آقا تکلیف منو معلوم کنی، یا باید ماشین بیارم یا باید دنگ بدم دیگه. هم ماشین میارم هم من دنگ میخواد. آقا نمیخوام نمیشه. تو خیلی هم سفری، والله خیلی هم سفری. بابا ما استهلاک ماشینت بنزینتون هم آوردیم تو دنگ، بازم میگی دنگو نمیدم. آقا من دنگ نمیدم. آقا میخوای دبه کنی ولش کن اینا رو. تو پول غذا کبابو شدی داری میخوری هر سری. بستنی قیفی مگه چقدره که پولشو نمیدی؟ آقا من پول ندارم، دست و بالم خالیه. اینقدر آدمو درک کنید. وقتی میگم دنگ نمیدم از قصد میگم پول ندارم، میفهمید؟ خب داداش من از اول اینو بگو. ما حتما اینو باید به شما بگم. آقا ببخشید نداری که فدا سر اعصاب آدمو خورد میکنید. خدا گیره بیرون ما رو برید دهن ما رو سرویس کردید. وای محمد مرسی، واقعا اصلا انتظار نداشتم تو دیت اول برام 16 پرو مکس بگیری. مرسی پناه من. چی آمدم ای شاه پناه هم بده. نه این داستانش فرق. آقای جان پرکف، آقای رفتی برای یارو آیفون 16 پرو مکس خریدی، ما 20 سال داریم با تو رفاقت میکنیم، تو ما رو نمیدی. بابا من گوه بخورم دیگه رفاقت کنم. 16 پرو مکس بابا من وقتی با تو دوست شدم 50 کیلو وزن کم کردم، گوه بخورم دیگه با تو رفاقت کنم. 16 پرو مکس که مالو قضاوت نکنیم. بستنی عروسکی برای من نخریدی. باشه تو